و بعضی از حالتهای امروزه را در قرآن میابی که زیاد از 1400 سال قبل به ما از جانب الله تعالی نازل شده است. در سوره مائده آیت 82 قرآن میگوید: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. دشمنترین مردم نسبت به کسانی که ایمان آوردند یهود و مشرکان را میابی و مهربانترین کسان نسبت به آنان که ایمان آوردند کسانی را میابی که میگویند ما نصرانی هستیم، زیرا بعضی از آنها دانشمندان و عابدان هستند و آنها سروری نمی جویند. یعنی و آنها کسانی اند که رسالت محمد صلی الله علیه و سلم را قبول کردند و به آن ایمان آوردند.